سلام به همه شما دوستان همیشگی موشکاف. خب دوستان، موشکافی سر جای خودش، ولی خبر دست اول که عظما رو پریشون میکنه و حالش جا میاره همین گل ریزونه همیاریه که هموطنای نازنینم برای اون سر از پا نشناخته به کمک سیمای آزادی خودشون شتافتن. ماشاءالله به غیرت شما اشرف نشونا که حال عظما رو حسابی گرفتید. خب دوستان، دیروز یکی از رفقا بهم گفت موشکاف جان، گفتم جان دلم، گفت این داستان ملوانای آمریکایی چی شد؟ گفتم هیچی عزیز جون، قرار بود بادکنک بشه بعد بترکه، اما عظما حتی نای فوت کردن تو بادکنک هم نداشت، یعنی اصلا باد نشد که بعد بخواد بترکه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن و ورود غیرقانونی شناورهای رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس اعلام کرد تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آبهای بین المللی رها شدند. با قبول اشتباه هم توسط خود اونها و هم توسط دیپلمات‌های امریکایی و اینکه دیگه از این اتفاقات سعی میکنن که جلوگیری بکنن و به نوعی عذرخواهی کردن، مسئولین تصمیم گرفتن که اینها آزاد بشن و توسط شناورهای ما به شناور رزمناو امریکایی تحویل داده شدن. خالی بند ناشی به این میگن آخه معذرت خواهی، اونم تو عصر رسانه ها که سوژه خالی بندی نیست. خب تو میگی معذرت خواهی کرده، خودش میاد میگه نکردم، بعدم رسانه خودت حرف اونو منعکس میکنه اینجوری. بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران در موضوع ملوانان بازداشت شده این کشور خواستار عذرخواهی نشد و واشنگتن از تهران عذرخواهی نکرد. اینطور که پیداست نه تنها معذرت خواهی نکردن، بلکه یه کارهای دیگه هم کردن که باعث شده عظما و پاسداراش زهر ترک بشن و قید هر گونه ماجراجویی رو بزنن. پاسدار سبزعلی رضایی که تو لو دادن پشت پرده های بیت خیلی مهارت داره، این دفعه هم سوتی رو داد و دست عظما رو کرد. حالا منم از یه بعد دیگه میخوام این حادثه رو باز بکنم. اولا این حادثه بسیار خطرناکی بوده، یعنی کافی بود توی این مواجهه درگیری میشد، تیراندازی میشد، از طرفین عده‌ای کشته میشدن. خطرناک؟ چه خطری؟ مگه آماده نبودید که هر زمان و هر جا به منافع استکبار جهانی ضربه بزنید؟ خب میزدید دیگه، ملوانا رو میگرفتید، کت بسته میبردید اوین، بعدم کلی سود تبلیغاتی میبردید. چرا این کار رو نکردید؟ چرا تو همون جزیره فارسی نگهشون داشتید و بعدم بلافاصله پرشون دادید؟ متاسفانه هم هواپیماهای آمریکا هم هلیکوپترهای اونا دست به کارهای بسیار زشت و غیر استاندارد نظامی انجام دادن. یکی از این هواپیما اومد شیرجه که روی جزیره فارسی در حقیقت ایجاد رعب و ترس بکنه. که اینطور حالا علت دستپاچگی عظما تو آزادی ملوانای آمریکایی رو هم فهمیدیم، ولی خدا وکیلی خیلی صحنه زایعی بود. یعنی معلوم شد این سیدعلی به قدری پیزوری شده که حتی توان یه مانور الکی رو هم نداره. تو این داستان معلوم شد که زهر اساسی عظما رو فشل کرده. آمریکایی ها بسیار علاقمند هستند که ایران وارد دورانی از خودکنترلی شود و بپذیرد که مقابل آمریکا شکست خورده و در نتیجه باید هم در کنش‌ها و هم در واکنش‌ها به حد و اندازه جدید خود واقف باشد. متاسفانه رفتار دولت عموماً به گونه‌ای است که محاسبات آمریکا درباره ورود ایران به دوران جدیدی از محافظه‌کاری استراتژیک را تایید می‌کند.
بله، این دوران جدید همون دوران کله پا شدن نظامه. آغاز پایان سقوط آخوندا تو زباله‌دون تاریخه. تو این دوران عظما فقط تو سری میخوره. تا قرار بعدی و موشکاف بعدی، خدا نگهدار.